اینام که جای خفن و فلان و پستران حس مونه که داخل دنیای واقعی. یعنی مثلا من امتحان کردم قبلا، مثلا از یک جای مفتیم حس واقعی. Afghanistan? Iya, saya Afghanistan. Iya. Ada biasa orang Afghanistan ada? باز کنو جو بخم محمد هستم. خوش اومدید به این ویدیو. دوستان عزیز، امروز قراره بریم یک جای تفریح دیگه. امروز قراره بریم ماروس هایلند، یک جای هست که از شهر ماکستار نیم ساعت دوره و شنیدم که داخل ماروس هایلند خیلی چیزای خفن داره. یعنی اینکه اولین چیزی که اونجا داره VR یا همون ویرچوال ریالیتی داره، عینک‌های سه‌بعدی. دوستان عزیز، شما این عینک‌ها رو وقتی که میزنید دنیای سه‌بعدی در شما نشان میده، یعنی چیزای غیر واقعی را شبیه واقعیت در شما نشان میده، یعنی که شما همونجا حس کنید که همونجا هستید. دوم چیزی که داره سرسره‌های خیلی طولانی داره که در کل اندونزی بلندترینش مربوط به همینجا میشه که 210 متر، یعنی از سر تا پایین اینجوری شما سر میخوریم بریم پایین. و سومین چیز خفنه که داره پل‌های شیشه‌ای هست یا همون پل‌های هوایی اسکای بریج، یعنی که یک پل خیلی بزرگیه و کلا از شیشه شما میتونه پایین ببینید ولی خیلی بالایه. چیزای جذاب زیاد داره دوستان عزیز. امروز میخوام شما رو ببرم در اونجا نشان بدم، دانه دانه با هم دیگه ببینید چه رقمیه. من تا حالا نرفتم، قراره با هم دیگه ببینید و تجربیات خود رو با هم دیگه به اشتراک بذارید. دوستان عزیز، همیشه از ویدیو میذارم، میتونه ویدیو ما رو لایک کنی، این کانال سابسکرایب کنی، یک تا کامنت قشنگ بذارید. بدون معطلی بریم. قسمت بریم در ازاره شیرینا ما به یار جا نمیتانم گذاره شیرینا شوا قسمت بریم در ازاره شیرینا ما به یار جا نمیتانم گذاره شیرینا. یوگاز جو بخیر بچه، ما رسیدیم در همونجا که در شما میگفتم ماروس هایلند. همونطور که میبینید فضای بیرونیش همچین چیزی هست، یک فضای خیلی باز و دیگه ساختمان قشنگ. بدون معطلی بریم وارد شیم. بخیر چه خبر دوستان عزیز؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله، واو. Casa, havaş çok ya. Untuk satu orang. Okey, kita ambil ini aja. Iya, dua kita ambil. دوستان عزیز، ما قراره که تیکت بخریم. همونطوری که میبینید اینجا مثلا تیکت پاکت داره، پاکت 1 2 3 4 5. مثلا اینجا چند تا چیز داره که مثلا پل هوایی داره، نمیدونم چیزایی که داره، چند تا چیز داره. حالا بعضیشون اجازه نیست. مثلا شما اگه اولی رو بخرید فقط داخل 3 تا چیز اجازه دارید. مثلا اینا بخرید میگم 3 تا، ولی اگه اینا بخرید 5 تا چیز میتونید برید، مفت اجازه داره. و ما این پاکت گرفتیم که هر نفر حدود 100,000. دوستان عزیز، دمای 5 6 تیکت داد که گفتیم برین داخل بخیر بریم. Selamat sore. Saya lihat tiket masuknya, Kak. Oke, boleh. Saya sudah simpan. Ini berapa? 4 tiket. Wow. Saya قشنگ ya اینجا. Saya قشنگه. اینجا جای عکسه. اسپات فوتو اسکایلایت پروژکتور. همونطور که میبینید عکس ها رقمی میاد. بذار من یک جست بگیرم همینجا دوستان عزیز. باگوس. دوستان این قسمت هم برای عکسه، اینجا هم برای عکسه. اینجا هم عکسه.
Ini juga untuk foto. Oh, اینجا هم داره. باربی. اوکی. تو ما باید بریم سوار ماشین شویم در اونجا. اوکی. Ya Allah. Ya Allah. Sini. Ayo. Kita naik kereta. دوستان ما بالاخره سوار ماشین شدیم. باید بریم بالا. Bagus? Bagus? Oke. Kamu suka? Ya. Kamu suka? Makasih. Ya, sama-sama. بسم الله. خب میبینم که جای خفن و فلان و پستران. خب حالا باید کجا بریم؟ یعنی نه باید بالا بریم دوستان. از اینجا قشنگه میتونی شهر ببینی. Oke Pak. Jadi ini langsung ke bawah ya? Ya. Terus kalau cara naiknya lewat sini? Ya, lewat samping. Oh lewat samping? Ya, samping ini. Oh samping ini? Ya. Oke. Berarti harus olahraga jalan kaki ini. Dostlar اینجا 210 metre. Ini satu orang ya? Satu? Tunggu dulu. Sini. HP-nya. Tangan di sini. Ya. Baru. Jangan panik. Jangan bergeser di tempat duduknya sebelum sampai di ujung. Oh, oke baik. Oke. 3, 2, 1. 1. Bismillah. Wow. Aha. Wow. Hai. Wow. Ya. Aman. Oh my god. Çuval şuradan bak şu. Oh my god. Wow.
خوردم در دیوار. پسر پوشمشم درد گرفت، نمیدونستم. یک تا دیستم در تلفن بود، ویدیو میگرفتم. در اصل باید هر دو را محکم میگرفتی. باز من یک دیستم محکم نبود، در ویدیو بود، خوردم بغل دیوار در اونجا. کمان نوارم درد گرفت. ولی چقدر بالایه، خیلی بالایه. واو، فکر برای دوباره امتحان کنم، خیلی حال داد. من ساکت. بچه ها این همه را 210 متر آمدم بالا، نفسم گرفت. ساکت 300 نفس. Oh my god، یورو در آدم میخنده. نفسم گرفت، بالایی بود. میخوام یه دفعه دیگه هم برم تست کنم. واو دوستان، ما باید بریم آخر. دو تا آدم رو میبینیم برن آبیا، باید بریم پایین. یه دفعه دیگه سوار شیم بخیر. اوکی اوکی. Oke, saya. Oh ya, kakinya. Oke. Siap? Poin rakamnya. Oke, siap. 3, 2, 1. 1. Oke, bismillah. Wow. Oh my god, she all shit. Aman bro. Jebol masuk. Oh my god. دوستا چی حال شد؟ چقدر سخت بود ولی حال داد. چی حال شد؟ Apa? Afghanistan? Afghanistan? Iya, saya Afghanistan. Afghanistan. Iya. Ada biasa orang Afghanistan datang? Saya pernah di lama di tempatnya orang itu Afgani, Sudani, Irani, Somalia, Suriah. Banyak. Oh, banyak. Saya pernah seperti di IOM. Oh ya? Iya. Oh wow. Oh oke. Okay. Long time. Saya tahu IOM, saya tahu Iran, saya tahu Sudan. Indonesia kan? Indonesia. Oh, ya. Di Wisma kan? Tinggal Wisma. Ya. Wisma Makassar. Oke Pak. Sekarang tidak lagi? Iya, di sini lagi. Oh. Sudah change ya. Sudah change. Finish kan? Oh, finish. Ya kontrak 5 tahun di PBB. Oh. Sudah itu tinggal di sini. Wow. Saya banyak di sana tuh, ada dari Afgani, Sudani, Irani, Pakistani. Iya, Pakistan, Sudan, Afgan, Iran, Somalia, Sudan. Terus di jalan mana Pak kemarin? Atau rumahan yang mana? Di sini di Makassar, di Asal Murah kan, Rere di PK7. Oh, Rere. Rere ya. Oh, Wisma Rere. Ada juga di Malengkeri, di banyak di Makassar kan. Saya di Jalan Petrani. Iya, veteran ya. Ada juga di situ. Ada. Mau foto? Ya, foto sana. Oke. Iya. Lanyu itu dong. Small. Small. Oh, ini long. Ya, no. This is big. Your egg number? Number 45? 44? Big.
نوبی؟ Isa. Iya. coba lihat di bawah. Wow. دوستان اینجا پایینش همه شیشه. چقدر ترسناک. آدم حس می‌کنه مثلا داره میافته پایین. واو. واو. خیلی قشنگه اینجا. خیلی خیلی قشنگه. همه چی معلوم میشه از اینجا. Kamu lihat sini. Kamu takut? Kamu ke sana lagi? Kamu tidak mau ke sana? Coba. Kamu takut? Anu mengirit, moga man mitarsum. Moga man fikir menum ti مثلا دارم حس menum دارم میام. Grace, bagus, oke, kita lanjut, oke, buat بریم بخش پایین. یک بخش دیگه مونده. خیلی اینجا قشنگه. Kita harus naik. اگه میخوایم پایین بریم باید سوار اتوبوس شیم. بچه خوبی باشین شما نه سوار اتوبوس برو. واو. دوباره با سوار اتوبوس شیم. این اتوبوس چقدر ریزه اتفاقا. Oke Pak, mau ke turun? Oke Pak. Aduh, Ayo Grace, mau the bus, mau the bus. aku video dari belakang. Oke, oke, mau the bus. Oke. Oke Pak, sudah. Ini terakhir atau masih ada lagi Pak? Biar, itu terakhir. Oke. Hari ini sepi atau memang biasa begini? Dari pagi banyak. Oh, tadi pagi. Biasanya pagi ya? Pagi. Oh. Ya. Ayo Pak. Oke. Oke, kita sekarang turun. دوستان ما الان میخوایم وارد جایی شویم که عینک‌های 3D یا همون چیزای 3D ما میدن که مثلا ما دنیای 3D را یا همون ویژوال چی میگه اسمش؟ ویژوال چیه؟ ویژوال ریالیتی. یعنی شما عینک‌ها رو میزنید حس می‌کنید که داخل دنیای واقعی. یعنی مثلا من امتحان کردم قبلا، مثلا از یک جای مفتیم حس واقعیت نمو دست میده، یا مثلا یک عقاب می سمتتان فکر می‌کنه واقعیه. باز شما که عینک اصلا دیسا اینجوری می‌کنه فکر می‌کنه واقعیه. اوکی بای. Kita juga tunggu di sini saja. اوکی. مگه که نفرش قراره بیا هنوز نیومده. نفرش که آمد بخیر شروع کنیم. من از آقا پرسیدم مگه روزای صبح یا روزای یکشنبه صبح خیلی شلوغ‌تره. خب امروز یکشنبه بعد از ظهر خیلی بده، نمیدونم چرا دلیلش، ولی خب صبح مگه شلوغ‌تره. Oke Grace, bagus? Bagus. Kamu suka? Ya. Oke, alhamdulillah, alhamdulillah. Oh ya, ini baru bisa. Oke. 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 Güzel. Ustad. Oh, parvane buzurg.
نه داره من پایین نه. خانم گرفت گفتم که ترسناک نیست. دوستان خانم گرفت اول نمیخواست تست کرده، گفته بود من میترسم برام یک تا عده معمولی ها بذار. بعد من گفتم باشه معمولی میذاریم، ولی من با کارگر هماهنگ کرده بودم، گفتم من ترسناکترینش بذار. باز رفته بود بین دایناسورا و دهنش باز میشه، ما رو دهنش یک ترسناک بود، ترسیده بود. سرش پرنگ رفتم بیچاره. خیلی ترسناک بود واقعا بچه‌ها. اگر وی آر شما در شهرتان جای دارین وی آر امتحان کنید، وی آر ریالیتی یا همون ویرچوال ریالیتی خیلی باحاله. Jamari, Jamari, تشکر. Saya pulang. Oke. Terima kasih. Tashakkur. Apa nama YouTube-nya? Apa YouTube? TikTok? YouTube. Ya, M Haidari. Saya follow. Ya, kamu. Subscribe. Jadi Rusia ya? Ya. Biasa. Jago bahasa Inggris. Iya. Bahasa Afghanistan tahu juga. Ada teman ya. Oh, apa? Thank you. Terima kasih. Terima kasih. تشکر پا. تشکر. دوستان عزیز اینجا بود ویدیو ما. تشکر دوستان که تا همراه ما بودید. هوا شب شده میخوایم برگردیم خانه. دوست ما چنل ما رو طلب میکرد، میگفت چنل چیه دادم دیگه. این آقا دوست افغانی خیلی زیاد داره. ایشون میگه آقای چانکی نمیفهم رضا زمان دراز بچهای مکروسا را ایشون میشناسه، چون ایشون قبلا داخل هتلایی که داخل شهر مکروسا کار کرده بوده. فقط هتل ما نبوده دیگه، هتلای دیگه بوده. همه بچهای مکروسا رو میشناسه و فارسی بلد بود. میگه تشکر جمهوری همه اینا رو بلد بود و با هم دیگه آشنا شدیم و ایشون هم من را شناخت، من ایشون رو شناختم. دوستان عزیز دوستتون دارم خیلی زیاد، چون فقط به تو میاد. تا ویدیو دیگه بدرود. محمد. Okay. Good? Yes. I'm Muhammad. Okay. Dadah. Okay. دوستان عزیز خداحافظ. سلام.